در دوشنبه مردی که فرزندش را بیرحمانه لطوکوب کرد مجازات شد. در پارلمان قرغیزستان به استعفا رفتنها ادامه دارد. پیشبری نامزدها به مقام پرزیدنتی در قزاقستان انجام یافت. حمله های نیروهای روسیه به چندین انشاءات برقی اوکراین. مقامات میلیسا در شهر دوشنبه یک ساکنی ناحیه فردوسی پایتخت را با گناه لطوکوبی فرزندش جریمه کردند. جزای مأموری نسبت ذکریا آدینایف 47 ساله بعد از نشر نوار لطوکوبی کودک خردسالش در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. ایستی نگاه که؟ چرا میزنی کودکا؟ بعدم خیلی میزنی کودکا؟ ایستی نگاه که؟ فهمی؟ هی حیوان نزد کودکا بیعقل. کاربران او را برای چنین رفتارش محکوم کرده از مقامات خواستند که آدینایف را به جوابگری کشند. خود این مرد دیرتر با نشر یک نوار گفت که برای این کارش از کاربران عذرخواهی میکند و وعده داد که تکرار نمی شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 اکتبر خبر داد که این مرد 4 فرزند دارد، از همسرش جدا شده تربیت 2 کودک خردسالش را به دوش دارد. مقامات گفتند از بس که او پرستار 2 کودک نابالغ است جزایش با جریمه محدود شد. در پارلمان قرغیزستان به استعفا رفتنها ادامه دارد. نایب رئیس پارلمان قرغیزستان به استعفا رفته به جای او کسی دیگر انتخاب می شود. در جلسه جوکورگو کنش نایب سپیکر اولان پریموف از استعفای خود خبر داده گفت که ما رئیس نو را انتخاب کردیم زیرا از یک فراکسیا هستیم و مسئولیت معنوی را احساس نموده از وظیفه می روم. در همین حال وکیل نادره نورماتووا پیشنهاد کرد که انتخابات تکراری همه معاونان رئیس پارلمان برگزار شود. در پارلمان قرغیزستان نیت دارند که امروز بعد از ظهر انتخابات نایبی رئیس پارلمان را برگزار کنند. علاوه بر این رسانه‌های قرغیزی خبر دادند که رئیس کمیته جوکورگو کنش عاید به نقلیات بکیت صدیقوف نیز از مقامش استعفا داده است. از این به استعفا رفتنها در پارلمان قرغیزستان شرح بیشتری داده نشده است. در قزاقستان روز 11 اکتبر سال 2022 ساعت 18 بیگاه پیشبری نامزدها به مقام پرزیدنتی این کشور به انجام رسید. در عین زمان کمیسیون مرکزی انتخاباتی 5 نامزد را به طلبات قانون برای نامزد به منصب پرزیدنتی موافق اعتراف کرد. نامزدی قاسم جامارت توقایف پرزیدنت فعلی قزاقستان، نورلان اوسبایف نماینده حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات قزاقستان، مایرام کاجیکین از اتحادیه جمهوری اتفاقهای کسبی امانت و جیگولی دایربایف نامزد از حزب خلق دموکراتی وطن دوستی اویل به طلبات قانون برای نامزد به منصب پرزیدنتی موافق اعتراف شدند. 7 نامزد دیگر به مقام پرزیدنتی حجتهای خود را به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کردند که در حال بررسی قرار دارند. به این ترتیب 12 نفر به کرسی رئیس جمهوری در قزاقستان پیشبری شده اند. نیروهای روسیه چندین انشاءات برقی اوکراین را در ولایت لیووف مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات محلی در حدود ولایت 3 ترکش رخ داده مشکلی بی برقی پیش آمده است. مقامات لیووف میگویند در حال حاضر معلوم نیست که نظام برقی ولایت کی برقرار می شود. بنا به خبرها به ولایت ایوانو فرانکوف هم چندین ضربه زده شده است. یک انشاءات مهمی زیربنایی در ناحیه کامینسکی ولایت دنیپر نیز مورد حمله قرار گرفته است. در ولایت‌های راوینسک و وینیتسک نیز ترکش ها رخ داده اند. به اطلاع رسمی نظام ضد هوایی اوکراین تا حال 18 موشک بالدار روسیه را در آسمان این کشور محو کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته که انشاءات های نظامی و نظام برقی اوکراین را هدف قرار داد.